به پلیلیست خوانش رمان خوش آمدید. من حمیده شیخی هستم و با خوانش رمان فرزند آسمان در خدمت شما هستم. امیدوارم از شنیدن این رمان لذت و بهره کافی ببرید. فصل دوم. سایه نام فرزند آسمان را به سبب موفقیت‌های ورزشی و تحصیلی و محبوبیتش بین معلمان و بچه‌های مدرسه زیاد شنیده بود. اما بدون اینکه تا حالا او را از نزدیک دیده باشد و هیچ صحبتی میانشان رد و بدل شده باشد، به او حسادت می‌کرد و از او متنفر بود. به نظرش اینقدر مثبت و خوب و موفق بودن یک جورایی غیر واقعی، چندشاور و حوصله سربر بود. ناخرسندی‌های سایه به تیپ و فیزیک و روابط دردآلوده‌اش با آدم‌ها خلاصه نمی‌شد. بدبختیش یکی دوتا نبود. جهنم میان 4 دیواری خانه از جهنم بیرون بزرگتر و سوزاننده تر بود. او در محیط خانه بیشتر آسیب پذیر بود، چون کمتر زورش می رسید که اوضاع را کنترل کند. کانون خانواده برای او مظهر عشق و لذت نبود، بلکه مردابی از درد، رنجش، خشم و ترس بود که وقتی تویش می افتاد باید مدتها برای بیرون آمدن از آن دست و پا می زد و جان می کند. زیر این همه درد گاهی به وجود خدا شک می کرد و گاهی به جهت درماندگی و احساس بی‌ارزشی آموخته شدهش بر این باور بود که خدا هست اما او را دوست ندارد. چون در نظر او خدا موهبت‌های زیادی را از او دریغ کرده بود. فقدان والدینی شاد و با نشاط که به هم عشق بدهند و احترام بگذارند، به او محبت کنند، احساسش را بفهمند و پشتیبانش باشند، درد کمی نبود. او از تداوم پیوند زناشویی میان پدر و مادرش مطمئن نبود و خیلی از این بابت در رنج و عذاب بود. دردی که 24 ساعت شبانه روز هیچگاه او را رها نمی کرد. کمرنگ می شد، به ناخودآگاه می رفت، اما تمام نمی شد و همچون آتش زیر خاکستر دوباره شعله‌ور می شد و زبانه می کشید و به جان سایه می افتاد. این درد در لایه لایه ذهن، کلام و رفتار او رخنه کرده بود. دردی که وقتی از حد می‌گذشت روی آدم‌های دور و بر سرریز می‌شد. یک شب به دنبال مشاجره شدید میان پدر و مادرش و بی‌حرمتی‌هایی که در حریم خانواده رخ داد، با غم و ترسی بزرگ و با گریه سر بر بالش گذاشت و زودتر از همیشه چراغ اتاقش را خاموش کرد تا مثلا بخوابد. او آن شب همانند میهمانی سرزده، بیگناه و ناتوان در بزمی از آتش خشم و درد حضور یافته بود. چنان بزمی که حرارت آتشش تمام وجود سایه را گرفت و کاملا از زندگی و از خودش سیرش کرد. احساس درماندگی پررنگتر از هر حس دیگری بود. گویی قلب بیرمق و فسرده او برای تپیدن زیر فشار چنین دردی غالب تویی کرده بود و نفسش به شماره افتاده بود. از شدت گریه سرش درد گرفته بود و چشمان پف کرده و اشکبارش دیگر تاب باریدن نداشتند. او آن شب برای بار چندم در دل آرزوی مرگ کرد و زمین و زمان را به باد لعن و نفرین گرفت. حقیقت این بود که نمای نزدیک زندگی سایه بسیار سردتر و ناامید کننده تر از دورنمای آن بود. افکار منفی یکی پس از دیگری در سرش شکل می گرفتند. احساس مظلوم بودن، تنهایی، بدشانس بودن، بی‌ارزش و ناتوان بودن،
غم و اندوه، ترس و اضطراب از آینده، تنفر از پدر و مادر، ناامیدی، خشم، انتقام، فرار از خانه، خودکشی و این میهمانان شوم چند تا می آمدند و انرژی منفی زیادی با خود می آوردند. اما سایه در هر لحظه فقط می توانست یکی از آنها را به وضوح و از نزدیک ملاقات کند. بقیه همچون لشکری سیاه و تا دندان مسلح دور تا دورش را احاطه کرده بودند تا نوبتشان شود و فرصت یابند که ضربه‌ای مهلک و کاری به پیکر نحیف و بی‌دفاع سایه وارد کنند. او در این مخمصه تک و تنها و بی‌یاور گیر افتاده بود و راه فراری نمی‌دید. قسمت ترحم‌انگیز ماجرا اینجا بود که حتی فکر فرار هم نداشت. گویی لایق این همه درد است. او له شدن زیر این درد را با تک تک سلولهایش پذیرفته بود و همچون بره‌ای که توسط گله‌ای از گرگ‌های درنده و بیرحم احاطه شده باشد، در بیکسی و استیصال تمام، کاملا بی‌دفاع، در حال تجربه درد و اشک ریختن بود. این دقایق ادامه داشتند، اما زندگی همچنان جریان داشت و او فراموش نشده بود. پس از آن گرداب وحشتناک و نفسگیر افکار منفی و در اثنای حمله‌های مداوم گرگ‌های پیر، ناگهان نام فرزند آسمان در ذهنش نقش بست. این تصویر ذهنی چنان اثرگذار بود که گویی مشعلی شعله‌ور و تابان گرگ‌ها را از میانه میدان به عقب راند. برای لحظاتی کوتاه سکوت در سرش برقرار شد. سکوتی که مانند دمی نفس گرفتن برای یک غریق تا حلق در آب فرو رفته حیاتی و جانبخش بود. سکوتی که به قلب رنجور او رمقی برای تداوم تپیدن تزریق کرد. در آن لحظات کوتاه اما کاملا زنده و واقعی گویی فکرها مرده بودند و اصلاً وجود نداشتند. نمیدانست چرا یاد فرزند آسمان افتاده. موفقیت‌ها و محبوبیت فرزند آسمان به قدری بود که نه تنها در مدرسه خودش شناخته شده و مورد تحسین بود، بلکه در سایر مدارس هم اگر خود او را ندیده بودند، نامش را حتما شنیده بودند. اما سایه تا پیش از این نه تنها او را تحسین نمی کرد، بلکه از او متنفر هم بود. ولی حالا برای اولین بار این سد تنفر ترک برداشته بود. شاید این نخستین هدیه‌ای بود که آن همه درد برایش به ارمغان آورده بود. پس از آن سکوت و خلأ ذهنی بلافاصله سؤالی در ذهنش نقش بست که چرا فرزند آسمان چنین شاد و موفق است و من این چنین بدبخت و غمزده؟ مگر من هم انسان نیستم؟ مگر من حق حیات و لذت بردن ندارم؟ این هم یک سؤال بنیادین و شگفت‌انگیز بود، چرا که با مطرح شدن این پرسش‌ها پندار کمال و بی تقصیر بودن سایه برای نخستین بار توهمی و شبهناک به نظر می رسید. این اولین بار بود که این فکر در سرش شکل گرفت که شاید من اشکالی دارم. شاید یک جای کار من اشتباه است. هرچند این فکر خیلی ضعیف و کمزور بود، اما جدید و ارزشمند بود. حسی داشت بین غم و شادی و سنگینی و سبکی. او نمیدانست که دارد درجه‌ای از جدایی از ذهن و مشاهده‌گری را تجربه می کند. حالتی که با یک شعف درونی بیواسطه و بی سبب همراه است.
بعد از آن واماندگی و استیصال تمام و کمال و مقدس، پس از اینکه بالاخره حاضر شد در کنار زدن جوالدوز به بقیه یک سوزن کوچک هم به خودش بزند، چشمه کوچک این حس و حال و تجربه جدید در ذهنش همچون رودی باریک جریان یافت و این فکر در سرش شکل گرفت که هر طور شده باید فرزند آسمان را ببینم. باید او را ببینم و با او صحبت کنم. واقعاً چه اتفاقی افتاده بود؟ سایه از احساس تنفر شدید رسیده بود به جایی که می‌خواست فرزند آسمان را ملاقات کند. آن هم در میان آتش شعله‌ور جهنم خانه. در حالی که نمی‌دانست واقعاً چه می‌خواهد بگوید و اصلاً به دنبال یافتن چه چیزی است. این فکر واقعاً چه کمکی به بهشت شدن این جهنم می‌کرد؟ ذهن سایه نمی‌توانست این حس و حال را نامگذاری کند و این جریان را تحلیل کرده سود و زیانش را بسنجد و یا مانع پیشرفتش گردد. گویی به واسطه آن اشک‌های بی‌آلایش دانه‌ای دردانه در دل غمزده سایه آبیاری شد، پوسته شکافت و جوانه زد. دانه‌ای که قوت اصلی او نه انرژی مخرب درد بلکه انرژی زنده کننده زندگی بود. دانه‌ای که قرار بود برای سایه خود زندگی را به ارمغان بیاورد. خودش هم نمی‌دانست چه‌اش شده. نمی‌دانست دقیقاً چه می‌خواهد به او بگوید. فقط می‌دانست باید این کار را بکند. به نظرش هیچ راه دیگری وجود نداشت. یا مرگ یا ملاقات با فرزند آسمان. یا لااقل ملاقات با او پیش از مرگ.